در مسابقه بین المللی در مراکش اولین بار در تاریخ جودوی تاجیکستان سامان محمد بیکوف گشتیگیر شناخته تاجیک امروز 17 اکتبر قهرمان جهان در رشته جودو شد. این مسابقه بین افراد تا 21 ساله جریان دارد. در این مسابقه محمد بیکوف 6 رقیبش را شکست داد. And moving away from him, just it made Makhmadbekov defend it. Right. Really didn't threaten him. So he's staving off that third penalty at least. Yeah. Under 30 seconds left in regulation time. Still no Just score. got to get the hand back over. You can't hang on there for too long. There we go. Oh, and is he taken that over? Oh, he boned. So Elbakiev did what he needed to do. He really tried to come in with that Uranage, but سامان محمد بیکوف در وزن 73 کیلوگرم در دور نهایی با گیورگ البکیف از روسیه قوا آزمایی کرده دست بالا شد و صاحب عنوان قهرمان جهان عاید به جودو گردید. هرچند خانواده سامان محمد بیکوف از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمد بیکوف ها است و آنها در شهر ایرکوتسک فدراسیون روسیه زندگی می کنند، در همه مسابقه ها همچون عضو دسته منتخب تاجیکستان برآمد می کند. در مسابقات قهرمانان جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که در مراکش دوام دارد و تا 20 اکتبر ادامه می‌یابد، 517 ورزشکار از جمله 294 مرد و 223 زن از 81 کشور جهان شرکت دارند. گفتنی است به غالبان مسابقه بجز از مدال و دیپلم، جایزه های پولی به جای اول $2500، جای دوم $1500، جایهای سوم $850 داده می شود.